پارت دوم گاراژ میلیاردی فورزا هورایزن. بزن بریم. چون شاید اینجا خود براتون جدید باشه، دکوراسیون کامل تغییر داده. یه ماشینایی در انتظارتونه که الان قراره که اصلا روحتون ارضا بشه. جدی میگم. بدون مطلی. بزن بریم. خب بچه‌ها ویدیو قبلی تا سر همین ماشین اومدیم. پارت قبلی اگه ندیدین حتما برید ببینید، این بالا براتون میارمش و بریم سراغ ماشین بعدی. اینجا ما جی تی 40 رو داریم، MK2 این نسخه 1966 شه. اینجا یه دونه جی تی 40 MK1 1964 داریم و یه دونه F100 داریم از این ماشینایی که از فورد باقی مونده و ما جی تی 40 MK1 رو میریم و با هم دیگه یه تستی با هم دیگه بکنیم ماشینو. این ماشین یکی از ماشین افسانه است. چرا؟ چون که این ماشین در مقابل برای رقابت در مقابل فراری برای مسابقات 24 ساعته ساخته میشه و خب پیروز هم میشه. یعنی فیلمش هم حتی ساخته شده این ماشین، فورد ورسس فراری، و فورد همون یه در مقابل فراری. میشه فیلم این ماشین هم ببینید، فیلمش هم واقعا فیلم جذابی. البته این ماشین هم بهتون بگم که اورجینال نیست و تیون شده هستش. خب بچه اون از اون و اینا رو دیگه حالا کار نداریم، میریم سراغ F100 هم واقعا یکی از ماشین‌های خفنه و یه ویدیو هم در مورد همین ماشین سری F ساختم، حتما اگه ندیدید برید ببینید. ماشین F100 واقعا یکی از ماشین‌های جذابه، یکی از ماشین‌ها و یکی از آپشن‌ها برای کسایی که میخوان ماشین‌های خفن تیون کنن و خیلی ماشین خوبی هم هست تا برای دریفت. این از داخل ماشین و ماشین واقعا جذاب، واقعا یکی از جذاب‌ترین وانتبارایی که میشه داشته باشیم، همون پیکاپ. بعد از فورد میرسیم به ماشین سری فرمولا دریفت به ترتیب حروف الفبای دیگه. فرمولا دریفت یه سری ماشین، یه برندیه که میاد یه سری ماشین‌های مختلفو از حالا هر برند مختلف میاد برای دریفت تیونش میکنه و آمادهش میکنه. مثلا الان نکن نیسان 370 زد 2018 مثلا تیون کرده مخصوص دریفت. کلی ماشینا داره، مثلا نیسان فور، مثلا نیسان باز، بی ام دبلیو، میگم از هر ماشینی داره. حالا ما مثلا همین این ماشین رو میریم تستش میکنیم و الان اسم دقیقش هم بهتون میگم. و این برند یکی از بهترین ماشینا برای دریفت زدن داره. یعنی شما اگه عاشق دریفتی، این بهترین ماشینی که میتونید پیدا کنید برای همین ماشینه، برای همین سریه. فرمولا دریفت نیسان 240 SX که یکی از بهترین‌ها برای دریفت. نکنید فقط حالا صداش هم براتون میگفتم، یکی از بهترین ماشینه برای اینکه شما بخواید باش دریفت بزنید. نکنید چه میکنه این ماشین، چه بودی بلند کرده این ماشین. نکنید آدم کیف میکنه با این ماشین دریفت میزنه. آقا بعد از فرمولا دریفت فقط همین این ماشینو داریم. اینم میریم سریع یه تستی با هم دیگه میکنیم. F9 نمیدونم این اگه اشتباه نکنم تو بتل رویال هم هست، حالا دقیقاً نمیدونم. بچا ظاهر این ماشین هم ببینید، ماشین حالا روش برند ردبول هم نوشته. بریم داخلش هم نگاهی بندازیم، بزنین این از داخلش. و ماشین بلند میشه، یکی از جذاب‌ترین رالیایی که ممکنه. یعنی فقط عرض لاستیک‌های عقبش رو ببینید پشماتون میریزه و ببینید چقدر این ماشین سریعه. بریم همینجا تا نزدیک کبیر هم هستیم، بریم تابلو رو بزنیم بشکنیمش. بچا میریم سراغ حرف بعدی یعنی جی. میرسیم به ماشین‌های جی ام سی. دو تا ماشین جی ام سی داریم، یکی از جی ام سی هامر برقی جدید، هامر ای وی پیکاپ 2022 با یه دونه جیمی 1970 داریم که این ماشین ویدی میزنه و اگه خواستیم بگین یه ویدیو جداگونه برای این ماشین بسازم، چون خود این ماشین کلی کانتنت میشه ازش در آورد. ولی ما میریم سراغ همون هامر برقی خودمون و بریم یه تستی ازش بکنیم. این ماشین همونطور که میدونید خودتون هم دیگه برقیه. البته دیزاینش واقعا نمیدونم چرا محمدی همچین دیزاینی داره، روش خیلی جذاب نیست و ماشین یه دنده بیشتر نداره و راحت همین الان نزدیک 300 تا داره میره بدون هیچ مشکلی و واقعا ماشین جذابی و نسخه حالت کمپینگشه. این ماشین سقفش هم بسته میشه، الان سایه سقفش هم براتون ببندم. البته انیمیشنی نداره، فقط همینجوری یه صفحه میاد و میبینید سقفش الان گذاشته شده. خب بچه از برند جی ام سی گذشتیم و این میشه ماشین بعدیمون، تی 50 2022. یه برندی که من تا حالا نشنیدم اسمشو و ماشینش واقعا عجیب غریب و جذابه. یه ترکیب پشتش از فراریه، جلوش هم یه ترکیبی از پاگانیاه. من یه همچین استرس نسبت بهش دارم. بعد موتورش ناکو پشتش چجوریه، انگار جته، موتور جت روشه. بعد انگار سوار جت شدی، قشنگ همین حس رو بهتون میده و واقعا میره این ماشین. ناکو همین الان 300 تا بعد هندلینگو ناکن با 320 تا دارم میپیچم، 330 تا دارم میپیچه. الان میخوام بریم پیچ بعدی با 340 تا، ولی نپیچید، این آخری دیگه نپیچید و چه ضربه ای. ولی این ماشین فوق العاده جذابه. بریم داخلش هم نگاه کنیم، از اینایی که داخلش هم تک سرنشین است و ماشین فوق العاده جذاب بود و من واقعا یکی از سوپرکارهایی که خیلی از دیدنش لذت بردم. از اینجا
ما میریم پیکاپ رو با هم دیگه تستش میکنیم. حالا الان اسم دقیقش هم بهتون میگم. ماشین 6 چرخه، ماشین واقعا خوبه. نکنید چه میکنه این ماشین، فوق العاده مناسب برای کمپینگ و جذاب. خب بچه‌ها این برند بعدیمون فقط 2 تا ماشین بیشتر ازش نداره. خب ولی ما هم خیلی دیگه براشون وقت نمیذاریم چون خیلی ویدیو داره طولانی میشه. بریم سراغ هوندا سیویک داریم و کلی مدل هوندا. همه هوندا افسانه‌ان و لژندن و واقعا من نمیدونم کدومشون الان براتون تستش کنم چون هر کدومش یکی از یکی جذاب‌تر. خب ما هوندا سیویک رو سریع یه تستی بهش بزنیم. هوندا سیویک تایپ آر 2018 تیون شده. بچه فقط صدا کاتاپاشو گوش کنین. چه میکنه این ماشین، بنازم واقعا عالیه. این از رخ کار. بچه‌ها دیگه از هوندا ها میگذریم. حالا 32000 سی آر هم میتونیم با هم دیگه مدل 2009 هم با هم دیگه یه تست سریع بکنیم. ولی دیگه بخوام بریم سریع سراغ برندهای بعدی. این ماشین واقعا جذابه، مخصوصا دیزاینش رو ببینید چقدر خوبه. اینم داخل ماشین و دیزاین ماشین فقط ببینید کیف کنید. اسپویلر رو نگاه چقدر داره میلرزه، اصلا یه وحشتناکیه. بچه‌ها خب تا اینجا کار یه نگاهی به ماشین دیگه که داریم بندازیم. حالا من تا این پارت حالا مثلا تا جیب نهایتا بررسی میکنم و ببینید چقدر ماشین خوب دیگه داریم. مثلا مرسدس بنز داریم، مکلارن داریم، مازدا داریم، نیسان داریم، کلی ماشین دیگه مونده و حتما برای نظرتون ببین بگید که پارت‌های بعدی این ویدیو هم بسازم یا نه. هونیگان داریم برند ماشین بعدیمون. هونیگان یکی از اون دوباره برندایی که ماشینا رو تیون میکنه و بیشتر اینم حالت رالی دیریف این حالتا تیون میکنه ماشیناشو و بیشتر هم از آمریکاییه. مثلا الان فورد اسکورت رو داریم، فورد اسکورت باز دوباره هونیگان F150 رو اینجا تیون داریم دیگه. کلی مدل داره. از ژاپنیا هم یه دونه هم مازدا RX-7 داره و بریم حالا از این همه آمریکا یه دونه ژاپنیشو تست کنیم و بریم مازدا RX-7 رو ببینیم چجوریه. دیزاین کار واقعا جذابه، آدم کیف میکنه این ماشین هم میبینه و ببینید چه میکنه و این ماشین فیت دریفت زدنه. فقط عشق میکنه آدم با این ماشین رو دریفت بزنه. بذار باش دونات بزنیم چه دودی میکنه و دیزاینش واقعا جذابه. ترکیب رنگش من خودم خیلی دوستش دارم. خب بچه‌ها دیگه به نظرتون چی از هونیگان بریم؟ یه پیکاپ میریم این سری. پیکاپ F150 رو میریم با هم دیگه ببینیم این پیکاپش چجوری تیون شده. به واقعا جذابه و خیلی خوب در آوردنش. بچه داره میکنه ماشین. بنوازم چه خفنه این. میره ها ناکنین الان یه ذره باشه دریفت بزن. بچه‌ها ماشین بعدیمون ماشین هات ویلزه. یکی از جذاب‌ترین ماشینایی که وجود خارجی ندارن. شاید نمی‌دونید ولی این ماشینا وجود خارجی ندارن. اینا فقط طرحن و تو دنیای واقعی شما یه همچین ماشینی نمی‌تونید ببینید. همشون جذابن. من نمیدونم واقعا کدوم از این ماشینا هات ویلز رو بهتون نشون بدن. باید نظرتون بگید برای این برند یه دونه ویدیو جداگونه رو بسازن چون که اصلا کلا یه ویدیو جداگونه داره. ولی ما همین ماشینشو ببینیم با هم دیگه تست می‌کنیم. یکی از عجیب تریناشو و البته همه هونیگانا ظاهر عجیبی دارن. بعد این موتورهاشو نگاه کنید. یه موتور اینور یه موتور اینور. اصلا یه عجیب غریب و وحشتناکه. بعد نگاه کنید عرض لاستیکای عقبش فقط نگاه کنید و راحت داره میره. چه میکنه این ماشین. حتما نظرتون رو بهم بگید که در مورد ماشین هات ویلز یه دونه ویدیو جداگونه بسازم چون این ماشین اصلا خودشون یه ویدیو نیاز دارن. بچه‌ها برند بعدیمون HSPه. 2 تا ماشین از این برند داریم که ما دیگه خیلی وقت سرشون نمیذاریم. میریم سراغ ماشین بعدیمون هامر H1 آلفا 2006. بریم یه نگاهی به این ماشین هم سریع بندازیم. ماشین ارتش آمریکا، یکی از خفن ترین ماشینا برای آفرود، برای هر چیزی که شما بعد قوله این ماشینا. یعنی انقدر که این بزرگه، یعنی ابعاد این ماشین یه سه عجیب غریبیه. من حتی خود نسخه‌ش هم توی ایران دیدم از نزدیک و یه عجیب غریبی از بزرگی. یعنی بهتون نگم که اینقدر چقدر این ماشین بزرگه. این از داخل ماشین این البته تیون شده شه، خود واقعش اینقدر راه نمیره انصافا چون خیلی هم ماشین سنگینیه. این الان تیون شده شه که اینقدر خوب داره میره بدون هیچ مشکلی. و ببین ماشین اصلا فرستاد رفت اینقدر که قوی بود ماشینه. خب بچه برند بعدی اون هیوندای که من سری سوارش هم شدم. این ماشین رو توی ایران هم ما داریمش و خب خیلی تو شاید تو ایران دیده باشین این ماشین رو. خیلی چیز عجیب غریبی نیست که حالا بخوام بهتون نشون بدم. ولی این ماشین هم تیون شده است و صداش انگار صدا زنبوره. شما حس نمی‌کنید؟ صداش یه ذره عجیب غریبه ولی خب ماشین جذابی از کار در اومده.
خب بچه‌ها برند بعدی اون اینفینیتی کلا یه ماشین میشه ازش نداره و ما دیگه خیلی سرش وقت نمیذاریم. ماشین بعدی اون اینترنشنال که می‌بینیم با هم دیگه تستش می‌کنیم. یه دونه پیکاپ وانتبار، حالا هر چیزی که میگین و بریم یه نگاه بهش بندازیم. ماشین دیزاینش جذابه و خب ماشین قشنگه به نظر من. پشمان قدرت رو نها کن، قدرت رو بگیر فقط، قدرت رو بگیر فقط. چی میکنه این ماشین؟ چه میکنه؟ یه دونه ماشین داریم اینجا که من حالا قبلا خودم دیدمش، اصلا خیلی برام عجیب بود. این ماشین ترکیبی از چند تا ماشین. پشتش نها کنید، به نظر شما یه ترکیب از بوگاتی نیست پشتش؟ خب حالا جلوش نها کنید، جلوش هم باز این ترکیبی از بوگاتیه و شیشه جلوش دقیقاً این شیشه های ماشینای کونیگزگه. حالا کونیگزگ اسمش خود عجیب غریبه ولی جلوتر به اونم میرسیم، همین نزدیکی‌های اونم. و شیشه‌اش دقیقاً یه ترکیبی از همه این ماشینا شده این و همه رو با هم دیگه میکس کردن شده این. ماشین خیلی شناخته شده ای هم نیست و نظر من خیلی ترکیبی از همه ماشینا، یعنی شما همه این ماشینای سوپرکار رو میتونید توی این ماشین ببینید. خب بچه‌ها ماشین بعدیمون جگوارا رو داریم. جگوارا همشون واقعا جذابن و همشون واقعا نسخه ماشین جذابی ان. ما اینو می‌بینیم CX75 2010 که یکی از عجیب ترینایی بود که من دیدم و کلاسیکای جگوار هم واقعا جذابه که یکی از اونام حتما تستشون کنیم. این اول بریم با هم دیگه نگاه کنیم و یه نگاه کلی به این ماشین بندازیم. این ماشین جگوار یه ذره رخش عجیب غریبه ولی بازم خیلی جذابه نیست، ولی قدرتش واقعا قابل تحسینه. نگاه کنید سری میره، سری هم اسپویلر عقبش باز شد. خب یه دونه از این جگوار قدیمی MK2 3.8 لیتری 1959 هم با هم یه نگاهی بهش بندازیم. ماشینای کلاسیک واقعا جذابی ان، من خودم خیلی دوستش دارم. البته که محمد هرچند هیچ کدوم از اینا نمیذاره فابریک بمونه و همه رو تا خرخره تیون میکنه و حتی یه همچین ماشین کلاسیک و جذاب قدیمی هم باید یه همچین صدایی داشته باشه و یه اسپویلر خیلی بیریخ بذاره پشتش. واقعا من نمیدونم چی بگم. خب بچه‌ها برند بعدی که داریم جیپه. همه جیپ‌ها واقعا جذابه. به نظر من یکی از قدیمی تریناشو و جدید تریناشو با هم میگیره. قدیمی ترینش اینه 1976 و می‌بینیم جدید ترین نسخه‌ش هم با هم دیگه نگاهی میندازیم سریع. خودتون دیگه میشناسید این برندو و اینم باز ماشین تون شده ای که اینقدر راحت داره حرکت می‌کنه و اینا فیت آفرودن یعنی و همین ماشین رو توی ایران هم داریم. خب بچه‌ها یکی از جیپ‌هایی که می‌خوام براتون نشون بدم اینه. خب حالا درست جدید ترین نسخه نیست ولی یکی از خفن ترین ماشینایی که شما حتی فابریکش هم به راحتی از کوه میره برات بالا. یعنی حالا این هم نسخه تیون شده شه ولی همین ماشین نسخه فابریکش هم انقدر قوی و کوله که هر جایی که شما بگید میره بالا. عجیب غریب، یه عجیب غریب از قدرت و خفن بودن. خب دیگه واقعا شکی هم توی ماشین آمریکایی نیست. آقا جیپ بعدیمون اینه. این هم یکی از درازترینای و ماشین نسخه کمپینگشه و آماده مثلا برای کمپ و هر کاری که حالا شما دلتون بخواد و می‌بینید که دیگه قابلیت‌های کمپینگ روی این ماشین هست. دراش هم برداشته شده، درای نمیدونم پلاستیکیه چه جوریه اینا گذاشتن روش، نمیدونم چرا اینجوریه ولی اینم باز خیلی قوله. باز با اینکه اینم بهتون بگم فابریک، البته یه سری کلی بهتون بگم هیچ ماشینی که شما تو این گاراژ می‌بینید فابریک نیست، همه تا خرخره تیونن و همه بهترین دیزاین‌ها روشون نصب شده. بریم آخرین برند این ویدیو هم با هم دیگه بررسی کنیم و بقیه رو بزنیم برای پارت بعدی. آخرین برند کونیگزگ، همون ماشینی که بهتون گفتم اسمش عجیبه. این ماشین، حالا اون ماشینی که بهتون نشوندم شیشاش شبیه این ماشینه، ببینید چقدر دقیقاً شیشاش شبیه و بهتون گفتم. حالا بریم قدیمی ترین ماشین این مدل، این میشه 2002 رو یه تست بکنیم بعد میریم جدیدترینش هم با هم دیگه تست می‌کنیم. این ماشین خیلی فرق نداره، مثلا هی فقط نسل به نسل قدرتاشون رو عوض شده و خب خیلی چیز تغییر خاصی نداره. شیشاشون می‌بینید دقیقاً این همونه و البته اون دقیقاً شیشه شبیه اینا و ماشین کونیگزگ واقعا یکی از سوپرکارهای عالی ان که حرف ندارن این ماشینا. خب بچه‌ها ببینید از آخرین ماشین کونیگزگ هم یه نگاهی بندازیم. البته کلی ماشین جذاب دیگه هم داره ها، منتها ما چون وقت نداریم و همین ماشین آخریش 2020 شو که من قبلا هم بررسیش کردم. اگه ندیدین من اولین ویدیو چنلم همین ماشینه، یعنی 2 سال پیش تقریبا همین ماشین رو واسه بررسی کردم. چقدر تغییرات ایجاد شده از اون موقع تا حالا و این ماشین سریع‌ترین ماشین بازیه اینجوری بهتون بگم و این ماشین یه سی هولوش بالای 500 تا
میتونه حرکت کنه بدون هیچ مشکلی اگه تیون خوبی داشته باشه و توی درگ هم که هیچ کی حریف این ماشین نمیشه. که خود من دارم واقعا قوله و تا حالا حریف براش نتونستم پیدا کنم، اینقدر که این ماشین قول میتونه باشه اگه البته تیونش خوب باشه. و خود در وقتی هم که یه همچین قدرتی باشه مثل همین الان میشه دیگه، اصلا نمیتونید کنترلش کنید. بچه این نگاهی به پارت بعدی و ماشینایی که دیگه داریم که بهتون بگم، اگه خواستین بگین که براتون پارت بعدی هم بزنیم. ببین لامبورگینی داریم، لکسوس رو داریم، مازدا رو داریم، ژاپنیا رو همه رو داریم چون ژاپنیا این سم میشن. مرسدس بنز رو داریم، پورشه رو داریم، میتسوبیشی پژو دیگه نمیدونم، پورشه، اینا همه میشه برای پارت‌های بعدی که بستگی به نظرات شما داره. بعد حتما برام نظرتون بگید براتون ضبط کنم یا نه، و اگه خواستین بگید دیگه، چون این همه ماشین جذاب مونده برای پارت بعدی. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید.